سلام به کل فارس زبانان روی دنیا. امروز ما به زیارت مقبره آدم و شعرا ابا عبدالله رودکی آمدیم. جای استاد عزیزی شما از مقبره آدم و شعرا ابا عبدالله رودکی در محفوظ گلباغ دوست گلرخا خوش آمدید. از نان و نمک و شیرینی ها چشیدن کردیم. از طرف کمیته کار با جوانان یک گروه بلاگران و جوانان را به ولایت سوق بردند. کلاسیک تاجیک استاد رودکی هم یک دوی میدوریم دیدن میکنیم. میگه مرا بیسود و فرور خرچی دندان بود، نبود دندان لاول چراغ تابان بود، سپید و سیمرده بود و دور و مرجان بود، ستاره سحری بود و قطره باران بود، یکی نمان جان زان همان بیسود و بیره چی نحس بود همان نحس کیوان بود. رودکی را بر سری آن شاعران زیبت سری